از ایمانداری است. مسلمانای ما ایرا فراموش کردگیان، فراموش کردن که مسلمان هستند، فقط دستگیری به کار حرام. اون انسان های فاسق دستگیری میکنن. وار که همین چند تا بلاگر مشهوری که هست در همین یوتیوب، من نامشون نمیگیرم، الله اونها را هدایت بکنه، فاسق ترین مردم هستند. ای همه بدترین فاسق ها همون بلاگر های هستند که یک ویدیوی میپرتیان، در او ویدیوشون خو آبرو ریزاندن مردم هستای، خو دشنام و حقارت فحش هستای، خو اتویت شپکی هستای که فقط آبرو ریزاندن یا دشنام و حقارت فحش. در اینجا بگیم صدها خواهرها و مادرهای هستند که این ویدیو اینها را تماشا میکنن. این چقدر بگیم غیرت مردانگی مسلمان های ما ای دست رفته که دیگه یک انسان یافت نمیشه و که همین خیلی فاسقا و بدبختا را یک سختی قدید جزا بتیا. ما وقتی که خواب کردیم ایده بدتر میشه. برادر عزیز، این واقعیت است. این را سر قبش گرفتن در کره. برادر عزیز، یکی که خداوند در قرآن میفرماید استعیذ بالله و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که بر سر شما میبیاید به سبب گناه های است که شما انجام دادگی هسته. پس نگاه کنید برادر عزیز که همین وبایی که در سر مسلمانان ما اومدگی هسته، علت چگون کس میپرسه که ای چی جهت اومدگی هسته؟ علت شکو الله رب العالمین بیان میکنه. هر مصیبتی که بر سر شما میبیاید به سبب گناه های است که شما انجام میتیه. پس شما باهوش بیای برادر عزیز، خواهرای عزیز، پیش از اون که همین کار گناه هم میکنه، فکر کنه که همین گناهی کردگی من یک مصیبت، یک پریشانی را، یک ناکامی و نابراری را در سری من حتما می بیاره، بیا نکنم همین کارا. و همین خاطر برادر عزیز، دوستاتون رفیقاتون بر حذر بداره، نصیحت کنی را ترک نکنی. برادر عزیز، قوم بنی اسرائیل را خداوند عذاب کرد و علتی یعنی سبب عذاب اومدن شونم بیان کرد. نگاه کنید برادر عزیز، خداوند در قرآن علتی عذاب اومدن شونم بیان میکنه که کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. بنی اسرائیل میگه خداوند که اونها از کار گناهی که میکردند یک دیگر را باز نمیداشتند، به همین خاطر به سر اونها عذاب اومد. عیناً همین کاری که بنی اسرائیل کرد و در سرشون عذاب اومد، واقعا همون کارها را ما هم انجام میتیم. برادر عزیز، وقتی که همسایه را میبینیم که همسایه زنش به حجاب میبرویه، دخترش به حجاب میبرویه، ما او تو گپ نمیزنیم، میگیم ما گپ زنم خفه میشوه. در یک کوارتیر 5 نفر زندگی میکنیم، در این مهاجرت 5 کس نماز نمیخونه، یا یک کس نماز میخونه دیگرش نماز نمیخونه. و انسانی که نماز میخونه دیگر انسانهاش نمیگه که ای برادر بخی نماز تا بخون. پس نتیجه ای چی میشوه؟ نتیجهش همین میشوه که یک روز یک بلای بزرگی به سرمون میبیاید. لفظ حدیث اومدگی که وقتی که در بین مسلمان ها زنا و فحشا عام شوه، در بین اونها کسلی وبا میبیاید، کسلی های گذرنده بسیار، کسلی های ویرون میبیاید که اونها را قتل عام میکنن، مرگ و میر زیاد میشوه. این حدیث در حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدگی است برادر عزیز. یعنی که وقتی که زنا و فحشا عام شوه در بین مردم کسلی وبا پهن میشوه. پس همین وبایی که در تاجیکستان اومدگی است، علت چگون بر یک دیگر تا نپرسیده که برای چی است. و خیلی که ما آیات قرآن برای شما بیان کردیم، هر مصیبتی که بر سر شما میبیاید به سبب گناهایی است که شما انجام میتید. این را شما فکر کنه که این همین ویروسی که در تاجیکستان اومدگی است، این علتش همون گناهای ما است. برادر عزیز، وقتی که ما شما در این اینترنت اینقدر گناهایی را انجام میتیم، وقتی که در تاجیکستان زنهای شوهردار حتی میبرویند زنا میکنن، مردهای زندار میبرویند زنا میکنن، اینها فکر کردن که همین روز گناه کردم و بگه را اگر عذاب الله که نامد او وای فراموش میشوه. ولی حیات که این برادرها خیال کردن که الله اینها را فراموش میکنه.
ولی که خداوند میفرماید که خداوند فراموشکار نیست. الله هر عمل نیک و بدی انسان را فراموش نمیکنه.